باید میشه که من این نون فوکاچیا رو بدون ورز دادن درست کردم. چند وقت پیش توی یوتیوب دیدم که یه آقای ایتالیایی با این روش فوکاچیا درست کرده بود و ویدیوش چند میلیون ویو خورده بود. برای اینکه به این نتیجه جذاب برسین چند تا نکته داره که همش تو این ویدیو بهتون میگم. یه ظرف مناسب بردارید، آب، خمیر مایع، نمک، شکر رو مخلوط کنید و آرد رو کم کم بهش اضافه کنید. اصلا نیاز به ورز دادن نداره، همین که مواد به خورد هم دیگه بره و به این شکل در بیاد کافیه. درشو بذارید و یه رو بهش استراحت بدید. بعد از پایان استراحت خمیرتون رو همینجور که من دارم انجام میدم از 4 طرف بکشید و روی خودش تا بزنید که به اصطلاح بهش میگن استرچ اند فولد. دوباره دربشو بذارید و یه رو به دیگه بهش استراحت بدید. بعد از پایان استراحت دوم خمیرتون رو از 4 طرف به زیر خودش تا بزنید که بهش میگن کویل فولد کردن. وقتی که این کار رو انجام دادید روی خمیرتون روغن زیتون بریزید، دوباره درش رو بذارید و این دفعه بهش 1 ساعت استراحت بدید. حالا هر قالبی که میخواین توش نونتون رو بپزید بردارید. من ورق نسوز گذاشتم کفش رو، حسابی روغن زیتون زدم، خمیر رو برگردوندم و دوباره از 4 طرف خمیرم رو تازه دیگه خمیر رو میذاریم واسه تخمیر نهایی 1 ساعت و نیم تا 2 ساعت بهش زمان میدیم تا حجمش 3 برابر بشه. تو این فاصله گوجه گیلاسی و زیتونمون هم آماده میکنیم و فرمون رو با دمای 220 درجه میذاریم تا داغ بشه. همینجور که میبینی خمیرم حجم گرفته، روش روغن زیتون زدم، دستمو حسابی خیس کردم و حالا میرسیم به قسمت هیجان انگیز ماجرا که اصلا دلم نمیخواد تموم بشه. انگشتا رو داخل خمیر فرو کنین و یه خورده بچرخونین تا روی خمیر سوراخ بشه. حالا گوجه گیلاسی و زیتون، رزماری، یک کم هم نمک دریایی بپاشین رو خمیرتون، اندازش هم دیگه دل بخواه خودتونه. بذارید تو فری که گذاشتید داغ طبقه پایین فر بذارید، حرارت از بالا و پایین روی 220 درجه حدود 25 دقیقه این نون میپزه. حتما بذاریدش رو توری خنک بشه و بعد برشش بزنید. برای آموزش‌های بیشتر حتما صفحه اینستاگراممو به این آدرس دنبال کنید.